بحث دیگه ای که تو حوزه کسب و کار و مارکتینگ خیلی مورد توجه مارکترها و صاحبان کسب و کار قرار داره بحث CXM هستش. Customer Experience Management. Customer Experience Management یا به اختصار CXM به این اشاره داره که ما چطور میتونیم اکسپریانس، تجربه مشتری هامون رو ارتقا بدیم و یک حس خوب براشون بسازیم. جدای از این که محصول و خدمات ما باید ارزش خوبی داشته باشه، باید بتونه با اون قیمتی که ما داریم به بازار میدیم همخونی داشته باشه و بتونه رضایت مشتری رو کسب بکنه. فراتر از رضایت ما خوشنودسازی یا مشعشع سازی یا به اصطلاح انگلیسی دیلایت کردن مشتریان باید در دستور کار خودمون قرار بدیم. جدای از این که مشتری میتونه محصولات و خدمات ما رو استفاده بکنه، مشتری از تعاملات صحیح ما تو کانال‌های فروش و عرضه محصولاتمون میتونه تجاربی رو کسب بکنه که باعث خوشنودی و رضایتمندی بیشترش بشه. یعنی اگر میاد توی مغازه ما یا سایت ما یا هر جایی که تاچ پوینتش هست، نقطه تماسش هست، میاد برخورد خوب از ما میبینه، اطلاعات خوب از ما میگیره، حس و حال خوب از ما میگیره، جدا از اینکه فارغ از اینکه محصول ما خوبه یا بده، جدا از اینکه محصول ما چه کیفیتی داره، اون تجربه خودش یک ارزشی داره و مدیریت کردن این تجربه برای مشتری خیلی حائز اهمیت هست. ما جدای اینکه محصول خدمات به مشتریان عرضه میکنیم، تجربه هم بهشون ارائه میدیم. پس باید حتما توی کانال‌های عرضه، کانال‌های توزیع، کانال‌های ارتباط با مشتری و کانال‌های نظرسنجی و ارتباط گیری با مشتری بتونیم تجربه خوبی رو با مشتریان خودمون ایجاد بکنیم. ممنون از نگاه گرمتون.